سلام بچه ها، چطورید؟ آقا اومدیم با قسمت دوم ماینکرافت سوروایول. خب آقا بدون معطلی بریم شروع کنیم. Let's go. داخل پارت قبلی رفتیم وسایل اولیه بازی رو به دست آوردیم، سنگ و چوب و اینا، و یک عدد پیلیجر اوت پست پیدا کردیم و داخل این قسمت قراره بریم داخل پیلیجر اوت پست ببینیم چی کار میتونیم کنیم. پس خیلی قراره ویدیو خفن و عجیبی باشه. لایک و ساب یادت نره. برو بریم سراغ ویدیو. خب پیلیجر کجا بود؟ ها اونجاست. معذرت میخوام. خب ما غذامون رو پختیم، وسایلمون هم داریم. یه کاری میکنیم بچه‌ها، من اینو میکنم، اینا رو من میکنم و میبریم نزدیکتر به پیلیجر اوت پست. اینجا میذاریم که هر موقع مردیم بچه غذا اینا خیلی خوبن. اینا میتونه خیلی غذای خوبی برام باشه. البته غذای زاپاس اضافه محسوب میشه. اینا رو خب اوکی بچه ها، ویلیج پشمام. خب آقا فعلا میریم داخل ویلیج و اونجا یه ست اسپان پوینت میزنیم و لوت میکنیم. بچه قطعا میتونم بگم یکی از بهترین ویلیج های بازی همین ویلیج اسپروسه، چون که واقعا لوت خوبی داره. خب اصل کاری اینجاست. هم واقعا خوشگل خونه هاش، هم خیلی لوت خوبی داره واقعا. بچه من یه غذا بخورم. چون نمیره چرا نمیره بیرون؟ منظورم بود. خب اینجا هم بریم. خب اوه چه لوت خیلی خوبی داره واقعا. این از این برد و همین چیز خاصی نمیخوایم. بچه ویلیج رو لوت کنیم. اینم چیزی نداره. پامکین هم نمیخوایم. خیلی ویلیج بزرگیه. به اینا رو بذاریم این تو. بچه باورتون میشه چست بلید آیرونی و شلوار آیرونی پیدا کردم. خوبه بریم بقیه ویلیج هم لوت کنیم. آقا به این از هلمت آیرونی 5 تا گلد و این از آیرون پیککس. یعنی بچه خیلی خوب پیشرفت کردیم، خیلی. اینم که برای هورس. آقا کاملا برنامه به هم ریخت و فکر کنم، البته نه دیگه، احتمال داره تو قسمت بعدی بریم پیلیجر اوت پست، چون که این پارت ویلیج پیدا کردیم. بارون اومد. برو بریم. خب اینم سیب زمینی. ای غلام چه خبر داداش؟ غلام وایسا خب بزنمت. غلام آماده ای؟ غلام بهم رحم کن. غلام غلط کردم. غلام وای 1 2 3 اصلا اومد. خب اشکال نداره، دوباره میریم. بچه احتمال داره بمیرم الان.
70% احتمال داره من بمیرم. سلام. چون مادرت من نزد همونجا بود. دمت گرم بچه. چقدر مهربون شدن آیرون گولما، خیلی مهربون شدن واقعا. واقعا ببخشید غلام، واقعا منو ببخشید. 5 تا به به، واقعا 5 تا آیرون. اینا رو بکنیم آقا. این از این. خب به به، یه عالمه سیب زمینی داریم. و بچه با این ویلیجی که پیدا کردیم واقعا کارمون را افتاد و تو قسمت بعدی خیلی راحت میتونیم بریم دنبال پیلیجر آوتپوست. مثلا اومدم این تو کلاش کنم ولی نشد. خب به نظرتون با اینو لوت کردیم؟ آره. خب اینم که حتما لوت کردیم. خب اینجا یه دونه مونده که اینم که نداشت. خب یه خونه انتخاب کنیم برای خودمون که من اینو انتخاب میکنم فعلا. وسایلمون رو اینجا بذاریم. بیا اینجا کرفتینگ هلمت. خب تو هم بیا اینجا بشین. وسایلا هم که چیزای آیرونی زیاد داریم، گلدم داریم، 17 تا هم سیب زمینی. خب همه چی حله. پیشرفت بسیار زیادی داشتیم. یه استک سیب زمینی داریم بچه. خب اینا رو بذاریم بپزه. خیلی غذا داریم علاوه غذایی که واقعا فولیم. اینا هم بکنم که جامون باز شه. خب آقا همونطور که دیدید داخل این قسمت به طور خیلی اتفاقی ویلیج پیدا کردیم. یکی از ویلیج های کلا این سری به نظرم مورد علاقم بوده چون اسپان اون مورد علاقم بود. اینم که ویلیج مورد علاقم پیدا کردیم و قراره تو قسمت بعدی بریم سراغ پیلیجر آوتپوست و لوتش کنیم. شاید احتمالاً یه رید رو شروع کنم و خیلی قراره چالشی و جنجالی پیش بره این سری سروایول ما. ممنون میشم از ما حمایت کنید با سابسکرایب و لایک. خب آقا اینا هم داره میپزه. طبق معمول تا میپزه یه لایک بزن و مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدید، با من همراه بودید و ممنون میشم ویدیو رو لایک و ساب کنید و تا ویدیوی بعدی فعلا بای بای.